تاجیکون. سلام علیکم. سوال می شود چی؟ می شود سوال می شودی روس‌ها نامی ما را نامی روسی که چیگد یا گپ زند اندره الکساندر یگان خطاگیر می شود یا نه؟ یعنی بی سوال کم ترک چیز بکنیم، همین سوالاتونه کم ترک واضح تر بیان بکنیم. من همین سوال همین فهمیدم که مثلا میشه که ما در روسیه کار میکنیم، روسا زبانی همین نامهای مسلمانی ما را گرفتن، مثلا تلفظشون تا نمیخره، زورشون میبیا که عبدالرحمن و عبدالستار بگن. میشه که ما نامهای روسی بمانیم به خودمون و ساشا و الکساندر یگون خیلی سانیا و یگون چیزگاه بمونیم که اینا برای اینا آسان باشه. نه برادر، ممکن نیست، اجازت نیست. با خاطری که مثلا این روسا گفتن نمیتونن نامهای ما را، میشه که ما به جای نام قیم نام یک مسلمانی نه که نام آسانتر باشه بگیم. مثال نه ما نام ما قیم باشه، اگر نام میتونیم نام بگیم که به جای ساشا و به جای بوریا ما خدا من نام نبگیم که علی نبی یا که یگان نام آسانتری دیگه حسن، میشه گفته که شرطه که نام روسی بگی. این خیلی ممکن است شریعت اجازه نمیده برادر عزیز. یک مردی مسلمان یک نامی بگیم که نام یک کافر را گذاشته شوی مناسب نیست. برادر عزیز هیچ وقت خیلی نام نگذاری. شما یک برادر در یک کار میکردیم، یک برادر ازبک پرسیدم نام چیه؟ گفت بوریا. سبحان الله، گفتم نام خیلی بوریا تو خیلی سرسیاحت با بوریا هم مانند نیست یا خیلی. پس گفت که نام بحردین است. سبحان الله، بحردین نامی بهترین نامی بحردین بگیری بوریا بکنی میشوه. این بسیار کاری زشت نامناسب، این کار نکنیم. بمره اگر ارس کو همین ارسا در تاجیکستان مسلمان های ما همین یگان ارس مجبور نمیکنه که تو اندری نام تبیا فیضلی بمونه یا که نمو یگان نامای اسلامی بمونه. نه مجبورش نمیکنیم کوخی. مثلا الکساندر اندری و اتریت نام ها دا یگان نام اسلامی، نام درست نه که معناش مثلا نام کوتاه که باشه، آسان تلفظ کردن باشه، میشه همون نام را بگیم که اینا را برای اینا آسان تر باشه. اسکندر ذکرالله: مادر من گذشته است، همیشه خواب میبینم که او زنده است. آیا معنی دارد؟ بله، انشاءالله دلالت. اگر آدم گذشته را، آدم مرده را اگر انسان حالت خوشحال و راحت ببینه، اگر انشاءالله بر خوشحالی عیش همو مرده میکنه. نه که شما اگر چنقی که میتونه قرآن بخونه، در حقش دعا بکنه، یگان عملهای نیک و صالح بکنه، ثوابش در حق مادرتون ببخشه. در حق مادرتون بسیار دعا بکنید، دعای مغفرت. بهترین کاری که فرزند مسلمان برای مادرش، برای پدرش، برای گذشته‌هاش میکنه.